سلام دوستان، من اومدم با آموزش ساخت نرم افزار با کمک اکسس که با هم یک نرم افزار کامل برای مدیریت فروشگاهمون بسازیم. با من همراه باشید. قراره همچین چیزی رو با هم درست کنیم که فضای اصلیش شامل منوی باشه که کشویی باز میشه و لیست محصولاتمون رو میخوایم نشون بدیم و همچنین مجموع هزینه‌ها و درآمدهای یک فروشگاه و بتونیم محصول جدیدی ثبت کنیم. همه اون چیزایی که تو دوره اکسس با هم یاد گرفتیم اینجا میخوایم ازش استفاده کنیم. جدول ها، فرم ها، گزارش ها، همه اون چیزایی که با هم یاد گرفتیم قراره تو یک نرم افزار با هم کار کنیم. خب بریم دیتابیسمون رو درست کنیم، بهش یک اسم بدیم. خب اول کار باید جدولامون رو درست کنیم. یه جدول داریم برای محصولاتمون که هر محصولی حالا ویژگی خاص خودش رو داره. ما یه آیدی براش تعریف میکنیم که حالا خودکار خودش درست میکنه اکسس و بعد اسم محصولمون که یک شورت تکست هست جنسش رو براش مشخص میکنیم و اسم هم بهش بدیم و بعد تعدادش، این که فروشگاه من چند تا از اون محصول رو داره رو براش مشخص کنیم. خب این از جدول یکم که اسمش هم میذاریم مین تیبل. بریم جدول دوممون برای خریدها درست کنیم که اونم حالا یه آیدی خودش داره که اتو نامبر هست، اسم محصول، تعدادش و حالا قیمت هر واحد محصول رو میخوایم براش فیلد درست کنیم تو این جدول. خب این از شورت تکست بود، اسمش هم بهش دادیم، بعدیش نامبر، تعداد اون محصول رو میخوایم مشخص کنیم که چند تا رو الان خریدیم، اماونتش رو مشخص کنیم از جنس نامبر. خب ما برای اینکه با جدول اصلی ارتباط برقرار کنیم نیازه که کلید خارجی بهش میدیم. اینجا تعریف بشه که دقیقا همون کلیدی هست که توی جدول اصلیمون تعریف میشه. حالا اسمش هم شبیهش میذاریم آیدی مین تیبل که از جنس نامبر هست و بعدی برای قیمت هر واحد کالایی که میخوایم بخریم، هزینه‌ای که میخوایم بکنیم. جدول رو ذخیره کنیم، بهش اسم بدیم جدول خریدهامون بای تیبل. خب یه جدولم برای کالایی که فروختیم باید تعریف کنیم که دقیقا شبیه همین جدول خریدامون هست. آیدی داره، اسم داره، اسمش از جنس متن، تعداد کالایی که فروخته شده براش مشخص میکنیم از جنس نامبر و دوباره آیدی جدول اصلی رو اینجا باید داشته باشیم چون بین اینا یه ارتباطی هست. هر چند تا محصول رو ما در نظر داریم یه تعدادی ازش خریدیم و تعدادی فروخته شده، پس بین این جدول ها یه ارتباطی هست که با همین کلیدها مشخص میشه. پس اینجا اسمش هم چی گذاشتیم؟ آیدی مین تیبل. میایم توی جدول یکی هم همینطور تعریف میکنیم که بدونیم اینا چی هستن و چرا تعریف شده. قیمت کالا رو که فروختیم ما باید سودم بکنیم دیگه، پس میایم دوباره از جنس کارنسی قیمتی که فروخته شده هم باید مشخص کنیم تا بعد بتونیم مجموع درآمدهامون رو حساب کنیم. این به ازای هر واحد مشخص میکنیم. حتما رو ظاهرش کار کنیم، مخصوصا کپشن هاش، تنظیماتش، اینا رو توی دوره اکسس گفتم چون تکراری هست نمیگم تا ویدیو طولانی نشه. اصل کار رو واسهتون مشخص میکنم. خب جدول اونم ذخیره کنیم. این برای جدول فروش هامون هست. خب کلید هامون هم تعریف کنیم توی جدول بای تیبل و سل تیبل. وارد که شدیم تو حالت دیزاین ویو میایم اونی که کلید واسطمون هست رو انتخاب میکنیم، کلیک راست اون رو پرایمری کی میکنیم تا بتونیم ارتباط بین جدول ها رو تعریف کنیم. خب ما برای جدول بایمون باید مجموع هزینه ها هم داشته باشیم، پس میام اینجا دوباره تعریف میکنم، ولی این حالا باید واسهش تعریف کنیم که بیا ضرب کنه تعداد محصولی که خریده و بعد
ضرب در قیمت واحدش که میشه تعداد اون همون amount هست که توی همین جدول داشتیم، ضرب در قیمت واحدش برای تعریف یک نوع داده از جنس calculate. میتونه یه محاسباتی روی فیلدهای همون جدول انجام بده و توی یکی از فیلدها قرار بده که اینجا ما ازش استفاده کردیم. خب این برای جدول بای ها. برای سل هم همین کار انجام میدیم. میریم تو حالت دیزاین ویو، یه فیلد تعریف میکنیم که مجموع درآمد هامون باشه، توتال. جنسش هم بذاریم از نوع calculate، بیاد محاسبات انجام بده. تعداد که amount میشه ضرب در قیمت واحدمون که میشه price income. جدولامون رو ذخیره کنیم. خب حالا بریم یه ارتباط بین جدولامون ایجاد کنیم. از دیتابیس تولز، ریلیشن، جدولایی که داریم انتخاب میکنیم و بعد با ارتباطی که بینشون هست کافی آیدی رو بگیرم بکشم از جدول مین تیبل به جدول سل تیبل و بای تیبل و حتما تیکا رو فعال کنین تا اگه آپدیتی انجام شد یا دیلیتی انجام شد بیاد اونا رو آپدیت کنه. و دوباره همین کار رو برای جدول بای تیبل هم انجام میدیم. خب الان هر آپدیتی انجام بشه تو این جدول ها با هم در ارتباط هستن. خب ذخیره میکنیم این ارتباط رو. حالا بریم سراغ نرم افزار که گفتیم برای ارتباط با دیتابیسمون بهتره که بیایم فرم درست کنیم. پس میام توی تاب کرییت و فرم رو ایجاد میکنم. حالا توی این فرم میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم دیتا وارد کنیم، میخوایم نمایش بدیم، همه این کارهایی که میخواستیم. حالا اگه همین فیلدها رو میخواین بذارین، اگه میخواین یکی رو کم اضافه کنین میتونین همچین کاری براش انجام بدین. خب من حالا همینا باشه اینو ذخیره میکنم به عنوان فرم اصلی که محصولاتمو میخوام نشون بدم. تقریبا فرم اصلی کاره. ولی خب چون با جدول بای و سل هم در ارتباطه ما نیاز داریم اونا هم اینجا وارد کنیم. اول میام برای سل و بای یک فرمی ایجاد میکنم که با فرم ویزارد دقیقاً کرییت فرم ویزارد همه دیتا رو انتخاب میکنم که میخوام نشون بده و نکس میزنم. ولی از نوع دیتا شیت انتخاب میکنم که بیاد یه جدولی رو به هم نمایش بده. حالا ما 2 تا فرم هایی برای نمایش اونها ایجاد کردیم. حالا توی فرم اصلیمون واسه که بیایم اون فرم ها رو نشون بدیم کافیه از قسمت دیزاین یک کنترل داره ساب فرم یا ساب ریپورت، یعنی میتونیم فرم های دیگه یا گزارش های دیگه رو توی فرم دیگه استفاده کنیم. پس ما 2 تا انتخاب میکنیم، یکی برای خریدها یکی برای فروش ها که توی فرم اصلیمون داشته باشیم که اگه بخوایم دیتایی وارد کنیم با کمک این فرم انجام بشه. خب تنظیماتش رو که میخوایم انجام بدیم وقتی ساب فرمو که وارد کردم من باید بهش بگم که از کجا بیاد دیتا رو بخونه. پس میام توی پراپرتی شیت باید بگم دیتا رو از کجا بخونه. پس میام تو قسمت سورس آبجکت اون جدول اصلی یا اون فرم اصلی رو انتخاب میکنیم. ما هم جدول میتونیم بذاریم هم فرم، ولی خب فرم میتونستیم روش هم کار کنیم توی زیباسازیش. پس شما بر اساس اون چیزی که ساختین بیاین فرم ها رو در فرم اصلی آدرس دهی کنین. دقیقاً وقتی ساب فرم رو که وارد کردین تو قسمت دیتا میان بهش میگیم که از کجا اطلاعات رو بخون و اینجا بهمون نمایش بده. خب لیبلاش هم بیاین تغییر بدیم بر اساس اون چیزی که میخواد نشون بده. حتما هم حواستون باشه که اینجا لینک مستر فیلدش آیدی همون آیدی جدول اصلیمون و چایلد فیلدش هم که آیدی مین تیبل که ما با ریلیشن اومدیم ایجاد کردیم. اگه اتومات ایجاد نشده بود حتما اینو دقت کنیم تا با هر تغییراتی که ایجاد میشه
توی همه فرم ها و تیبل ها به روز رسانی انجام. زیبا سازیشون حتما کار کنید. من حالا اینجا زیاد کار نمی کنم که تایم گرفته نشه، ولی حتما روی زیبا سازی فرممون کار کنید، چون اولین جایی که ارتباط برقرار میکنیم با ظاهر فرم هست. خب حالا بریم سراغ منوهامون. من میخوام منوهایی که توی نرم افزارم دارم و میخوام اونا رو نمایش بدم. توی فیلد اصلیمون اسم آیتم های منو رو مشخص کنید. حالا من اینجا هم اسمش رو میذارم که بدونیم عنوان تب، و برای اینکه بدونیم کدوم تب هست و کجا نمایش داده میشه، حالا یه شماره براش مشخص میکنیم که ردیف چندم اون تب میخواد قرار بگیره. تب های منو من یکی محصولات هست، یکی خرید و یکی فروش. پس اول تب های اصلیمو می نویسم و بعد زیر منوهاش، و بر اساس که کجا میخواد قرار بگیره هم حالا بهش ردیفش رو میگم. مثلا محصولات هم میخوام تو تب اولی قرار بگیره، خرید و فروش. اینم ردیف سه. حالا زیر منوهاش هم براش مشخص کنیم. هر کدومو که خواستیم توی تب اول قرار بگیره، ردیفش رو دقیقا مشابه همون قرار میدیم. مثلا من برای خرید حالا 2 تا زیر منو میخوام، برای فروشم حالا یه دونه بس. جدولمون رو ذخیره میکنیم، منو آیتم. حالا یه فرمی رو میخوایم اینجا داشته باشیم که بیاد اونا رو برامون نشون بده. واسه اینکه بیایم منوهامون رو نمایش بدیم، از کامبو باکس استفاده میکنیم. کامبو باکس اینجا یکی از حالا آیتم هایی است که میتونیم توی فرم اضافه کنیم. من حالا لیبلش رو نمیخوام، خودش رو میخوام. توی قسمت پراپرتی شیت میتونم یک جدول رو انتخاب کنم که بیاد بر اساس اون بخونه، چون نیاز داریم که از اون بیاد یه دیتایی رو بگیره. پس میام یه کوئری رو میسازیم که بیاد عنوان تب رو بهمون نشون بده. بر اساس چی؟ بر اساس ردیفش. پس این دوتا رو اضافه میکنم به کوئری که میخواد بسازه و بر اساس اون دیتا رو بخونه. و اگه ردیفش 1 بود یعنی برای تب اول هست. عنوان رو فقط میخوام نشون بده، ردیفش هم نمیخوام. رانش هم کنیم ببینیم چطوریه. الان دقیقا اونایی که ردیفشون 1 بوده رو به هم نشون. برگردم به دیزاین ویو، اسکیلش ذخیره میکنم. الان میاد دقیقا اون تب که ما میخواستیم رو به همون نشون داده. این از پس کامبو باکس هم. خب تو تنظیمات ظاهرش حتما کار کنید که مثلا حالا بک‌گراندش چی باشه یا مثلا فونتش چی باشه. همه اینا پراپرتی شیت هست. پس اینا رو حتما باش کار کنید و اون چیزی که سلیقه خودتونه بذارید. من سریع رد میشم چون یک چیزی هست که به سلیقه شما رفت داره. تو دیفالت ولیوش میتونیم مقدار پیش‌فرض بذاریم. فعلا میخوام یاد بگیریم. مقدار پیش‌فرض رو میگیم تب اول، که تب اول داره دیتا رو میخونه از جدول منو و اینجا برام نشون میده. رو ظاهرش کار کنیم، یکم هم فونتش هم سایزش هم رنگش میتونیم تنظیم کنیم. خب این از کامبو باکس اولم. بریم کامبو باکس دومم اضافه کنیم. کنسلش میکنم، خودم بعد میام بهش میگم دیتا رو از کجا بخون. دوباره لیبلش رو حذف میکنیم. دقیقا همون کاری که برای تب اول انجام دادم. میام تو قسمت دیتا، رو سورسش میام اینجا میگم کوئری میخوام بسازم که بیاد از جدول منو آیتمم عنوان تب و ردیف رو برداره و شرط بذاره که اگه ردیفش 2 بود بیاد برای تب دوم اونا رو به هم نشون بده. فقط عنوان تب رو میخوام فعال باشه. رانش هم میکنم که ببینید. خب این از پس کوئری که میاد دیتا رو از جدول منو تیبل منو آیتم میخونه و بهم نشون میده. یه استش میزنم. الان پس تب دومم باید
از جدول منو آیتم بخونه. خب دوباره مقدار پیش‌فرضش هم میذارم مثل تب اول. تنظیمات ظاهریش هم همینطور تنظیم میکنم. بریم یه دور ببینیم چی شده. تب اول الان شده همچین حالتی، تب دوم هم ایناست. کامبو باکس سوم هم همین کار انجام میدیم. اول کامبو باکس اضافه میکنیم، بعد میریم سورس کنترلش از تنظیماتش بهش میگیم که کجا برامون بخونه و دیتا رو بگیره و اینجا برامون نشون بده و دوباره مقدار پیش‌فرضم براش بذاریم که بدونم این کدوم تب هست. یعنی تو قسمت منو آیتم این محصولات و خرید و فروش اینا باید به عنوان پیش‌فرض بذاریم. پس اینا رو صفر میکنم که توی زیر منوها نباشه و بعد میام اینا رو به عنوان مقدار پیش‌فرض اون کامبو باکس میذارم، جدولم هم ذخیره کنم. حالا تو قسمت تب اولم الان محصولات رو نمی‌نویسم، پس میتونم بیام اونا رو به عنوان مقدار پیش‌فرضش قرار بدم. پس مقدار پیش‌فرض تب اولم هست محصولات، خرید و فروش. 3 تا کامبو باکس رو از لحاظ ظاهری تنظیم کرد. خب این از تنظیم منوهامون. حالا منوهامون که تنظیم شد، ما برای هر یک از زیر منوها باید یه چیزی بخوایم نشون بدیم، یه صفحه‌ای، یه فرمی، یه گزارشی. پس من میام یک فضای ایجاد میکنم که روی هر یک از زیر منوها کلیک شد بیاد یک فرمی اینجا رو به هم نشون بده. پس یک ساب فرم از المان های فرم اضافه میکنم، از لحاظ ظاهری تنظیمشون کنیم. اینا دیگه فکر کنم یاد گرفتیم که حالا بهش اسمم میدم که اگه بخوام دسترسی داشته باشم بدونم به کجا دسترسی دارم. ذخیره‌ش هم کنیم. حالا چون من نیاز داره یه فرم های ایجاد کنم که بیاد تو این صفحه نشون بده دیگه. من چی رو میخوام نشون بده؟ مثلا لیست محصولاتم، مثلا مجموع هزینه، مثلا مجموع درآمدها. پس باید برای هر کدوم حالا یک فرمی یا یک گزارشی درست کنیم که بعد بیایم توی این زیر فرم نشونش بدیم. خب برای لیست محصولاتمون من نیاز داریم که یک فرم رو درست کنیم و محصولات رو نشون بدیم. پس میام توی تب کرییت فرم ویزارد میزنم. از کدوم جدول میخوام؟ از جدول اصلی مثلا 3 تا آیتمش رو میخوام، از جدول خریدهام توتال هزینه رو میخوام و جدول فروشم هم توتال پرایس درآمدم. خب حالت دیتا شیتش رو فعال میکنم که بیاد یک جدولی به هم نشون بده. خب این از فرمی که میخواد محصولات رو نشون بده. اسمش هم پس مناسب خودش میذاریم. ما پله پله باید اینا رو درست کنیم. اول اون جدولی که میخواد گزارش گیری ازش بشه یا دیتا میخوایم ازش بگیریم یک توی فرمی ایجادش میکنیم. بعد اگه میخوایم از لحاظ ظاهری هم روش کار کرده باشیم یا دکمه اضافه کنیم، لیبلی اضافه کنیم، میام یه فرم مادر درست میکنیم و فرمای دیگر رو به عنوان زیر فرم به این فرم اضافه میکنیم. الان اینجا هم همینطوره. پس من اول لیبل گذاشتم، حالا میخوام یک حالا یا لیست باکس یا ساب فرم میتونیم اضافه کنیم. من این دفعه لیست باکس گذاشتم که بدونین از همه آیتم ها میتونیم استفاده کنیم. فقط باید بهش بگیم که چی رو بخونه. خب من اینا رو مرج میکنم و جاشم حالا کم تنظیم کنیم. لیست باکس میخوام دیتایی که برام نشون بده از کجا بگیره؟ فرمی که درست کردیم، فرم شو پروداکت. پس اینم حالا اسم بهش میدیم show product for. حالا یه کپی دیگه ازش میگیرم چون میخوام حالا فرم های دیگه هم داشته باشیم، یکی برای هزینه ها، یکی هم برای درآمد ها که نخوام دوباره درستش کنم. پس یه شوکاست دقیقا همون دیتا هست، ولی خب اگه شما دیتاهای متفاوت دارین بیاین فرم های جدا بر اساس جدول های متفاوت
خروجی بگیرین و فرم ها رو آماده کنین تا برای کار اصلی ازش استفاده کنین. خب فرم هامون تقریبا آماده است، ذخیره‌شون کنین. این برای محصولاتمون، نه منو. خب حالا رسیدیم به اصل قضیه. اگه من رو لیست محصولات کلیک کردم، بیاد تو این ساب فرم کدوم فرم رو نشون بده؟ پروداکت فرم. خب برای این کار ما باید وارد تنظیماتش شیم، تو پراپرتی شیت اون منو رو انتخاب کنیم و یه کد لازمه بنویسیم توی کد بیلدر. اینجا حالا من این کد رو توی کپشن براتون میذارم. میاد چی کار میکنه؟ بر اساس اون دکمه هایی که داره کلیک میشه یه ایندکس میگیره. اگه اول ردیف اول هست، دوم هست، سوم هست، بر اساس اون اسم فرم هایی که میخواد نمایش داده بشه بهش میده. مثلا من الان برای ردیف اول گفتم بیاد فرم لیست محصول رو نشون بده، مجموع هزینه ها هم فرم خودش و درآمدها هم همینطور. چون مجموع درآمدها و هزینه‌ها دوتاشون توی یه جدول ما آوردیم با یه کوئری، خب دوتاش شبیه همن و میتونیم از عنوان نمایش اونها استفاده کنیم. خب این از تب اولم. برای تب دوم و سوم هم ما باید همین کار کنیم. اول اون چیزایی که میخوایم نمایش بدیم و درست کنیم و بعد بیایم کد دستوریشو ایجاد. حالا تو قسمت خرید یه محصول جدید داریم، یه گزارش محصول جدید که حالا میتونیم همین پروداکت فرممون بذاریم، چون ما همینجا داریم محصول جدید ایجاد میکنیم. خب من میام اینجا دکمه هم میذارم که یکم حالا واقعی تر باشه و مشخص باشه چی کار میکنیم. دکمه ها رو توی دوره اکسس گفتم تنظیماتش. دکمه که وارد میکنیم، کاری که میخواد انجام بده، عملیاتی که میخواد انجام بده. الان من میخوام یک رکورد جدید رو ثبت کنم، پس بهش میگم. اینم جاشم درست میکنیم. این برای رکورد جدید. برای ثبت و دیلیت هم همین کار میکنیم. رو ظاهرش هم کار میکنیم. دکمه اضافه میکنیم بر اساس اون جایی که میخوایم. رکورد اپریشن یعنی عملیاتی که میخوایم رو رکوردها باشه. الان میخوام ذخیرهش کنه اگه رکوردی داره، ثبتش مینویسم. اینو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم ندیم، ولی خب بهتره بدیم چون شاید تنظیماتی نیاز باشه ازش استفاده. برای دیلیت هم همین کار میکنیم. باتم یا دکمه انتخاب میکنیم. خودش ازم میپرسه برای چی میخوای، میگم برای یک عملیاتی میخوام چیکار کنه، میخوام حذف کنه. دیلیت رکورد رو انتخاب میکنم. تکست میذارم. میتونیم آیکون هم بذاریم، اگه یادتون باشه میتونیم تصویر هم بذاریم. من فعلا میخوام ساده هم متن باشه. خب این از این دکمه ها. پس برای منوم اگه میخواستم یک محصول جدیدی ثبت کنم، همین فرم رو به کاربر نشون میدم که بخواد ثبت. حالا ما میایم یه جدید میزنیم که بخوایم یه رکورد جدید ثبت کنیم. تعدادش و اسمش که بگم، اگه ثبت بزنم ثبت میشه، ولی خب هنوز خریدش و فروشش ثبت نکردیم. میتونیم خریدها و فروشها هم همینجا وارد کنیم، چون ما اومدیم به عنوان زیر منو اضافه کردیم که کارمون راحت‌تر باشه، نخوام جدا جدا ثبتشون کنم. و چون جدول اصلی خرید و فروش به هم ربط دارن، اینجا خیلی قشنگ میشه مدیریتش کرد. خب این از ثبت محصول جدید که فرمونم کار میکنه و اطلاعاتمونم توی جدول ها ذخیره میشه. پس این فرم وقتی روی تب ثبت محصول جدید کلیک کردیم نشون میده و ازش استفاده میکنیم. اینجا هم نگاه کنیم لیست محصولاتمون به اون نشون داده وقتی که روی محصول جدید زد. حالا برای گزارش خریده هم نیازی که یه دکمه دیگه اینجا اضافه کنم که بیاد گزارش بگیره، ولی خب اول گزارش ایجاد میکنیم. فقط از پروداکت فرم بیاد فقط یه گزارش کلی فعلا داشته باشیم. اگه خواستیم یه گزارش خوب باشه، گزارش ایجاد کنیم
و ذخیرش کنیم و بعد دکمه که توی فرم اصلیمون میذاریم به این لینک میدیم. فعلا یه گزارش ساده از محصولاتم ما درست میکنیم که داشته باشیم. حالا دکمه‌مون رو توی فرم اصلیمون میذاریم. دکمه‌مون میخواد ریپورت اپریشن داره، میخوام یک ریپورتی رو باز کنه. کدوم هم ریپورتی که درست کرد، هر چند تا که باشه اینجا به اون نشون میده. گزارش محصولات هم بهش اسم میدیم. خب این از این. حالا از لحاظ ظاهری تنظیمش میکنیم، ذخیرش میکنیم. خب حالا پس من محصول جدید و گزارش خریدها اومدم براش فرم های درست کردم. حالا بریم دوباره کدش رو براش قرار بدیم تو پراپرتی شیت، توی قسمت ایونت ها، توی افتر آپدیت. توی افتر آپدیت که برم اول بیایم اسمش رو تغییر بدیم چون اونجا تاثیر داره. تب 2، بعد میام تو قسمت ایونت ها، توی افتر آپدیت اینجا میگم که اگه اینجا یک عملیاتی میخواد اجرا بشه، تو این دکمه یک اتفاقی افتاده، وقتی تغییری پیدا کرد تو بیا این کارا رو انجام بده. بیا دوباره بر اساس کدوم ردیف انتخاب شده فرمی که میخوایم رو توی چی قرار بده، توی اون ساب فرمه. خب ما 2 تا فرم درست کردیم برای قسمت گزارش خرید و ثبت محصول جدید. اسم فرم ها رو حتما دقیق وارد کنید. خب محصول جدید که بزنم میاد این فرم اصلی رو نشون میده، گزارش خریدها هم میاد اینو نشون میده که بعد میتونیم روی گزارش محصول بزنیم و محصول و گزارش رو بگیریم. خب این از نرم افزاری که ساختیم. چون یکی از دوستان درخواست کرده بود من سعی کردم توی یک مجموعه کامل به شما آموزش بدم. امیدوارم که بتونین با کمک این آموزش برای خودتون کسب درآمد. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.